به نام خدا. در ادامه مجموعه فیلم‌های آموزشی گروه داده‌کاوی راهکار جامعه بیای فرابر، امروز قصد داریم تا مبحث فراد دیتکشن رو با هم دنبال کنیم. همونطوری که میدونید مبحث فراد به دو صورت مدل سازی میشه و این بستگی داره که آیا شما یک متغیر پاسخ داشته باشید یا خیر. اگه ما این متغیر پاسخ رو همراه دیگر متغیرهای مستقل داشتیم، اوکی، میریم سراغ الگوریتم‌های نظارتی و روش‌های کلاسیفیکیشن. اما اگه ما این متغیر رو نداشتیم، یعنی اینکه هیچ خروجی از پاسخ‌های صحیح و غلط از بحث فراد در دسترس نداریم، در نتیجه باید سراغ الگوریتم‌های غیر نظارتی یا آن سوپروایزد مثل کلاسترینگ و آنومالی دیتکشن بریم. خب، دیتا ستمون رو از تب سورس و نود اکسل وارد برنامه میکنیم. خب، دیتا ست ما شامل متغیر پاسخ هم هست. دیتا ست رو وارد میکنیم. تو این ویدیو قصد مدلینگی که با هم اجرا میکنیم رو با حداقل گره و بدون نیاز به تحلیل های آماری ایجاد کنیم و ازش استفاده کنیم. به همین منظور من سعی میکنم از گره های کمتری استفاده کنم تا مدل خیلی خلوت‌تر و قابل فهم‌تر بشه. سه تا تب اینجا داریم که میتونیم ازش استفاده کنیم. یکی تب فیلتر هست که نود فیلتر اینجا هست، میتونیم به جای نود فیلتر از تب فیلتر اینجا استفاده کنیم. میبینیم و تب تایپ هست که به جای گره تایپ میتونیم ازش استفاده کنیم و چنانچه بخواید اسم متغیرهاتون رو عوض کنید یا خود متغیر رو، اعدادی که داره، متغیرهایی که داره، اونا رو تغییر بدید برای اینکه شاید احتمال داشته باشه بخواید مدلتون رو جایی ارائه کنید و نخواهید اسم متغیرها و مقدار اونها مشخص بشه، میتونید از گره آنونیمایز استفاده کنید. من این گره هم میذارم بالا. پس قرار شد از این سه تا گره تو مدل سازی استفاده نکنیم، به جاش تو نود اکسل تغییرات رو انجام بدیم. گره فیلتر هست که از طریق فیلتر قرار شد استفاده کنیم. متغیر و فیلدی که احتیاج نداریم رو از همینجا دیسیبلش میکنیم. تب تایپ هست که به جای استفاده از نود تایپ از تب تایپ تو گره اکسل استفاده میکنیم. رید ولیو رو میزنیم. اوکی. منتظر میشیم تا دیتا لود بشه. خب، گره اول گره آیدی هست که مشخص میکنیم. متغیر دوم کاتگوریکال هست. متغیرهای باینری مونم مشخص میکنیم، فلگ میذاریم. برای راحتی کار میتونید از دکمه شیفت استفاده کنید و به صورت دسته‌ای تغییر بدید و به همین ترتیب از دکمه شیفت استفاده میکنم. و متغیر هدفمون که فرات هست و تارگت. خب، به تب فیلتر برمیگردیم. اگه صرفاً بخواید اسم فیلترها رو تغییر بدید، نیازی نیست که از نود آنونیمایز استفاده کنید. تو تب فیلتر تو همین قسمت میتونید نوع متغیر رو تغییر بدید. مثلا وریبل 1 رو من میذارم وریبل 110.
اوکی میکنیم. یه قسمتی هم اینجا من میخواستم توضیح بدم براتون. تو قسمت چک، در قسمت چک میتونیم رفتارمون رو برای میسینگ ولیو ها مشخص کنیم. 3 تا گزینه پرکاربرد داره. یکی گزینه اول نالیفای هست که میسینگ ولیو ها رو به صورت دلار نال نشون میده، یعنی هیچ اقدامی روشون انجام نمیده و فقط به عنوان توی نمایشش دلار نال دلار نمایش داده میشه. گزینه بعدی گزینه کورس هست که این امکان رو مدلر ایجاد میکنه تا نسبت به نوع داده ها رفتار مشخصی رو با میسینگ ها انجام بده. مثلا برای مقادیر ست یا همون مجموعی، برای اعداد بالاتر از کران بالا رو در نظر میگیره و برای اعداد کوچکتر از کران پایین همون کران پایین رو در نظر میگیره. گزینه برای دیسکارد هست که همون جوری که از اسمش مشخص هست کلا رکوردی که میسینگ ولیو داشته باشه ازش صرف نظر میکنه. خب ما قرار شد مدل رو بدون نیاز به تحلیل های آماری انجام بدیم، چون همونطوری که میدونیم تقریبا هلوهوش 80% فعالیت های مدل سازی مربوط میشه به پیش پردازش داده ها و اونجا هست که زمان زیادی رو معمولا میگیره ازم. پس اوکی میکنیم. به طب اوتپوت من میرم و گزینه دیتا آودیت رو انتخاب میکنم یا گره ممیزی رو تا یک نمایی از دیتا داشته باشیم. منتظر میشیم تا دیتا ران بشه. خب میبینیم که ماژورمنت هست که نوع متغیرها رو نمایش میده، کانتینیوس، فلاگ و الباقی متغیرها. مینیموم، ماکسیموم، میاگی و انحراف معیار رو هم ملاحظه میکنم. به سربرگ کوالیتی میرم. میدین که تو قسمت آتلایر ها مشخص کرده که فیلد هایی که مقدار آتلایر داشتن کمی این طرفتر و نال ولیو ها رو مشخص میکنه که میبینیم که تقریبا 4 تا از متغیرهای ما مقدار نان ولیوشون زیاد هم هست. حالا تو تب های میسینگ میتونید، حالا تو بحث اکشن هم اون 3 تا گزینه ای که تو تب تایپ توضیح دادم اینجا هم هست، میتونید ازش استفاده کنید و تو تب اینپیوت میسینگ هم میتونید نسبت به مقادیر میسینگ ها اقداماتی انجام بدید. حالا چون قرار شد بدون تحلیل مدل رو انجام بدیم و به صورت اتوماتیک، من از اینا صرف نظر میکنم. خب پس دیدیم که یک سری آتلایر داشتیم، یه سری میسینگ ولیو داشتیم و یه سری نان ولیو. خب اوکی میکنم. گره بعدی که باید اضافه کنیم از تب فیلد اپریشن، من گره آوتو دیتا پریپرس رو انتخاب میکنم یا ADP معروف هست. گزینه ادیت رو میزنم. 4 تا گزینه براتون نمایش داده میشه: بالانس اسپید اند اکورسی و اپتیمایز فور اسپید، اپتیمایز فور اکورسی و کاستوم آنالیسیس. خب همونطور که از اسمشون مشخص هست و توضیحاتی که اینجا داده شده، اولی بر اساس سرعت، دقت و کاستومایز میکنه. حالا اگه این گزینه رو بزنید میتونید از تب ستینگ تنظیمات خودتون رو هم بر اساس
اسمایی که انجام میشه هم بر اساس رفتاری که قرار هست با میسینگ ولیو ها انجام بشه و گزینه های دیگر رو تغییر بدید. خب آنالایز دیتا رو من انتخاب میکنم. منتظر میشیم تا ران بشه مدل. می‌بینیم که استفاده از گره ADP این امکان رو بهتون میده تا بدون هیچ تغییری خود مدل انجام عملیات پیش پردازش داده ها رو براتون انجام بده. خب میبینیم که متغیر تارگت رو یک دونه که همون فراد که تعیین کرده بودیم، تعداد پیش بینی کننده ها 41 پیش بینی کننده و 38 تا پیش بینی کننده رو در نظر گرفته و 3 تا از اونها رو بدون استفاده در نظر گرفته. 15 تا متغیر رو بدون تغییر نگه داشته و 23 متغیر رو ترانسفورمیشن روشون انجام داده یا به اصطلاح ترجمه کرده. می‌بینیم که در سمت راست هم متغیرهای مهم رو براتون نمایش داده میشه. حالا من از تب پریویو نمایش رو هم نشونتون بدم که ببینید به چه ترتیبی هست. مقادیری که به عنوان ترانسفورمیشن هست رو میبینیم که تغییر داده نوع متغیرها رو به نسبت به فیلد خروجی که فراد بود تغییر داده و دیگه از مقادیر نال هم خبری نیست. خب من اوکی میکنم، میرم سراغ مدلینگ کلاسیفیکیشن. من از شبکه عصبی استفاده میکنم. خب گزینه ادیت رو میزنیم. بر اساس گره تب تایپی که ایجاد کرده بودیم، متغیر هدف و متغیرهای وابسته و مستقل، این که مشخص شده. تو این قسمت هدف از مدل سازی رو ایجاد میکنه. یک مدل استاندارد میتونید ایجاد کنید انتخاب این گزینه بر اساس مفاهیم بوستینگ و بگینگ و زمانی که دیتا ستتون بزرگ هست میتونید این گزینه رو انتخاب کنید. ما همون مدل استاندارد مدل رو انتخاب میکنیم. تو قسمت بیسیک دو مدل براتون نمایش داده میشه، MLP و RBF هست که حالا مدل MLP تعداد شبکه‌هایی با توپولوژی های مختلف ایجاد میکنه، حالا به نسبت دیتا هایی که دارید، دیتای آموزشی. تو این قسمت به صورت اتوماتیک براتون تعداد بخش رو مشخص میکنه و میتونید تو قسمت کاستومایز هم تعداد لایه های پنهان رو مشخص کنید. همونطور که میدونید شبکه عصبی از 3 قسمت تشکیل شده که لایه های ورودی، لایه های پنهان و لایه خروجی که لایه پنهان رو میتونید تغییر بدید. خب قوانین توقف هست، هم بر اساس زمان هست، هم بر اساس سایکل هست، هم بر اساس اکوریسی. میتونید حالا هر کدوم رو به نسبت تغییر بدید. انسمبل هست، چنانچه شما گزینه های بوستینگ و بگینگ رو انتخاب کرده باشید میتونید این گزینه ها رو هم تغییر بدید. تو تب ادوانس گزینه اوورفیت هست که خیلی جلب توجه میکنه. اوورفیت پریونشن ست هست که حالا چون ما خواستیم از نودهای کمتری هم استفاده کنیم، نود پارتیشن رو استفاده نکنیم. پس همینجا چون تو قسمت قبلی استفاده نکرده بودیم از تب پارتیشن، اینجا درصدی از داده های آموزشی رو مشخص میکنیم تا از اوورفیت شدن جلوگیری بکنه. یعنی جوری انجام میشه که همون نقش داده های اعتبار سنجی رو داره.
یکی از ضعف‌های شبکه عصبی اینه که مدل هایی که ایجاد میکنه خطر اوورفیت شدن تو اونها خیلی زیاده. پس همیشه این نکته رو در نظر داشته باشید، یا دیتاتون رو بخشای آموزشی و اعتبار سنجی تقسیم کنید، یا یه درصدی از اون رو برای اوورفیت شدن در نظر داشته باشید. قسمت هم مربوط میشه به میسینگ ولیو ها. خب مدل رو ران میکنیم. منتظر میشیم تا مدل ران بشه. خب من مدل رو باز میکنم تا با هم یه مروری هم روی مدل داشته باشیم. خب ببینیم که مشخصات مدل رو اینجا براتون نمایش داده و درصد اکوریسی، متغیرهای مهم رو میتونید تو این قسمت مشاهده کنید و ماتریس دسته بندی رو تو این قسمت و نمایی از شبکه عصبی ایجاد شده که بر اساس تعداد متغیرهای مهمی که اینجاست میتونید حالا تغییر بدید و نمای کلی رو از شبکه عصبی مشاهده کنید. به تب اوتپوت میرم و گره آنالیزیس رو انتخاب میکنم برای اینکه ببینیم صحت مدل به چه نحوی بوده. می‌بینیم که 77% از رکوردهای ما به درستی دسته‌بندی شدن و 23% هم به صورت اشتباه. حالا این دسته‌بندی رو داشته باشیم و دو مرحله به عقب برگردیم. حالا اگه زمانی ما از گره ADP استفاده نکرده بودیم برای مدل سازی، ببینیم خروجی که مدل به ما میداد چی بود. یعنی زمانی که ما پیش پردازش داده ها رو انجام نداده بودیم. من گره شبکه عصبی رو اضافه میکنم. تنظیمات هم تغییر نداده بودیم، همون تنظیمات بود و منتظر میشیم تا گره مدل ایجاد بشه. احتمالا باید تفاوت زیادی بین این مدل و مدل ایجاد شده با استفاده از گره ADP وجود داشته باشه. خب من که آنالیزیس رو اضافه میکنم و ببینیم که صحت مدل چقدر است. خب ببینیم که تفاوت از خیلی زیاد. می‌بینیم که درصد صحیح رکورد ها تنها 9% و 91% از دیتامون اشتباه دسته بندی شدن. می‌بینیم که اهمیت پیش پردازش داده ها خیلی زیاد است، به طوری که تخمین میزنن هولوش 80% از وظایف داده کاوی روی عملیات پاکسازی و بررسی کیفیت داده ها انجام میشه. خب حالا مدل ما این قسمت بالایی آماده است تا برای پیشبینی و دسته‌بندی رکوردهای جدید ازش استفاده بشه. مرسی از توجهتون. تا ویدیو آموزشی بعدی، خدا نگهدار.